سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای جهان یا دنیا که هستید. امروز قراره تعدادی نمونه سال پایان ترم هفتم با هم حل بکنیم. بریم سراغش. بعد طریقه کارمونم به این شکله که توضیح به صورت جمع‌بندی طور گفته میشه، خیلی ریز نمیشیم توی مسائل. بریم سراغ سوال اول. درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر رو مشخص کنید. ب میمیم همواره شمارنده ای از که میمیم دو عدد بوده است. ب میمیم چی بود؟ یعنی بزرگترین مقسوم الیه مشترک. ببخشید کج می نویسم، این فوندوش رو باید کوچیک‌تر کنم. و که میمیم چی بود؟ رنگ دیگه بنویسم. بود کوچکترین مضرب مشترک. خب برای ما برای به دست آوردن به میمدیم چه کار میکردیم؟ شمارندهاش یعنی مقسوم علیه هاشو می نوشتیم، بعد بزرگترینش انتخاب میکردیم. مثلا برای اعداد 12 و 18 که معروف ترینشونه، 12 18 شمارندهاش چی میشد؟ مقسوم علیه همون شمارنده، فرق نداره با هم دیگه، میشد 1. یعنی اونایی که بهش بخش پذیرن. شمارنده یعنی اونایی که 12 بهشون بخش پذیر، باقی مونده 12 به اون عددا میشه 0. 1 2 3 4 و 5 نمیشه، 6 و 7 8 9 10 11 12. اینا 12 تقسیم بر این عددا بشه باقی موندهش میشه 0. حالا 18 چنده؟ یکی که تو همه مشترک. 2 3 4 نمیخوره، 5 نمیخوره، 6 میخوره، 7 نمیخوره، 8 نمیخوره، 9 میخوره. بعدیش 10 11 12 13 14 15 16 17 18 میخوره. حالا واسه میمدیم بزرگترین مشترک اینا رو انتخاب میکردیم. یک مشترک، فعلا مشترک ها من حساب بکنم ببینم کدومش بزرگتره. 2 مشترک، 3 مشترک، دیگه چی؟ و 6 هم مشترکه. بین اینا کدوم هم مشترکه؟ بله، این 6 از همه مشترکه، یعنی 6 همه بزرگتره، منظورم اینه. پس اول اومدم 12 و 18 مقسوم علیهاشو نوشتم و بعد گفتم کدومشون مشترک رو حساب کردم و گفتم حالا بزرگتره کدومه؟ دیدم 6 همه بزرگتره، پس مقسوم علیه یعنی به میمیم 12 و 18 میشه 6. پس می نویسیم به میمیم 12 و 18 میشه 6. به میمیم با همین پرانتز نشون میده. حالا جلوتر بریم انشالله شکل زوج مرتبی، ولی زوج مرتب نیست، ولی انگار به همین شکله. دوتا عدد رو می نویسن. خب یه و میذارم بینشون، پرانتزه، بعد مساوی قرار میدن 6. یعنی اینا هر جا دنیا نشون بدی بهت میگه به میمیم 12 و 18 یعنی 6، یعنی متوجه میشه. متوجه شدین؟ یه راه به دست دادن به میمیم این بود. حالا راههای دیگه هم داره، در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. که تجزیه کرد سریع گذرا بگم اگه وقت نشد بگم. یعنی دوتا عدد رو تجزیه میکنیم به عاملهای اول، یعنی اعداد اولی که ساخته شده. یعنی مثلا 12 خیلی سریع بگم میشه 2 به توان 2 ضرب در 3. حالا توضیح هم در ادامه خواهم گفت. 18 هم میشه 18 تا میشه 3 به توان 2 در 2. حالا عاملهای مشترک با پایین ترین توان ضرب در همین دیگه، ضرب در هم. پس عامل های مشترک باید پیدا کنم، یعنی میشه رنگش بده این بابا.
دوباره عامل های مشترک با پایین ترین توان. عامل مشترک این دوتا چنده؟ 2 و 3. حالا پایین ترین توانش چنده؟ 2 و 3. متوجه شدین؟ دوباره میگم این دوتا عدد رو به صورت عامل های اول می نویسیم. حالا توضیحشو میدم در آینده انشالله. بعد به صورت عامل اول نوشتم، حالا میام مشترک ها رو حساب میکنم. مثل اینجا که بود مشترک ها رو ما نوشتیم، اینجا منظورم اینجا نوشتیم، اینجا به همین شکل عامل های اول رو میام مینویسم، مشترکش رو حساب میکنم. حالا مشترک این دوتا 2 و 3. حالا مشترک ها با پایین ترین توان 2 و 3، پایین ترین توانش این یعنی 1، اینم 1، پس میشه 2 و 3 که ضربشون میکنه میشه 6. بیشتر توضیح خواهم داد. این شد بمیمیم. حالا من میخوام کمیمیم اینا رو به دست بیارم، چیکار میکنم؟ کمیمیمشون رو میخوام به دست بیارم. حالا یه جورا میشه مثل مخرج مشترک گرفتن. حالا فرض کن من میخوام 2 تا مخرج دارم، یعنی 12 و 18. میخوام بین این 2 تا مخرج مشترک بگم. میام چیکار میکنم؟ اولش میادیم بزرگتر انتخاب میکردیم، اول ضرب در 2 میکردیم، بعد ضرب در 3 میکردیم، ببینیم تو این هست عاملش یا نه. بذار یه یادآوری ریز بکنم اینجا جاش بهتره. مثلا 3 و 2. خب میخوام مخرج مشترک بگیرم، بزرگتر انتخاب میکنم، هی ضرب میکنم. حالا ضرب در 2 راحت میشه، مثلا 10 بگیم باحال‌تره، اینم بگیم 6 مثلا. خب میخوام مخرج مشترک بگیرم، بزرگتر انتخاب میکنم، بعد ضرب در 2 میکنم، ضرب در 3 میکردم، اینا دیگه. حالا ضرب در 2 میکنم میشه 20، به 6 نمیخوره، یعنی 20 تقسیم بر 6 باقی ماندهش 0 نمیشه. ضرب در 3 میکنم میشه 30، 30 به 6 میخوره. پس این میشه کمیمیم یا مخرج مشترک ما، کوچکترین مخرج مشترک. اینجا به همین شکل میام من این 18 رو اول ضرب در 2 میکنم. 18 ضرب در 2 میشه 36. آیا 36 تقسیم بر 12 میشه؟ بله. پس این میشه مخرج مشترک من، 36. اینم به همین شکله. پس کمیمیم 12 و 18 میشه 36. کمیمیم به همین شکل نمایش میدیم، به صورت یه دونه پرانتز به این شکل میذاریم دیگه. مثل این بمیمیم به این شکل نیستش، پرانتزش گرد باشه. به این میگن اصطلاحاً فکر کنم کروشه بهش میگن، نمیدونم دقیق اسم چیزشو. به این شکله میذارن و 12 و 18 و مساوی با 36. یعنی اینجا، یعنی این نماد رو دیدید، یعنی کمیمیم 2 تا عدد شده 36. مثل هم بمیمیم دوباره 2 تا روش بهش میگیم، 2 تا روش رو بهتون میگم. پس میتونیم به این شکل مثل مخرج مشترک کردن ضرب در 2 کنیم، ضرب در 3 کنیم، ضرب در 4 کنیم تا بر اون یکی بخش پذیر باشه، یا نه میتونیم یه روش دیگه بگیم. پاک کنم یکم، یا مثل این عامل های اول تبدیلشون بکنم که اینجا تبدیل شد، به صورت نارنجی رنگ نوشتم. حالا عامل های مشترکش چنده؟ 2 و 3. حالا بین این دوتا عامل های مشترک کدوم توانش بالاتره؟ این 2 و این 2. عامل های مشترک با بالای ترین توان ضرب در غیر مشترک. غیر مشترک یعنی مثلا اینجا یه دونه 5 داشت، در نهایت اینجا ضرب در 5 میکنیم. حالا عامل های مشترک با بالاترین توان. عامل مشترک رو نوشتم، بالاترین توان هم گفتیم اینجا 2 2. حالا با هم تو هم ضربشون کنیم. 2 به توان 2 4، 3 به توان 2 9، 4 9 تا 36 تا. اینطوری هم میشد بنویسیم. حالا این همه صغرا کبرا کردیم که چی برسیم؟ که بگیم بمیمیم همواره شمارنده از کمیمیم 2 عدد بوده است. بمیمیم همواره شمارنده 2 عدد بوده است. الان اینجا 6، اینجا 36. دیدیم بله، پس اینجا صحیح هست.
حالا اینطور اثبات اشتباه در صورت کلی، چون با مثال نمیشه چیز گفت، چون امکان مثال نقص هست. فقط این مثال ها گفتیم واسه فهم بیشتر. اما توضیح دقیق ترش چی میشه؟ ببین همونطوری که گفتم توی به دست آوردن به میم میشه عامل‌های مشترک با پایین ترین توان. که میمیم چی میشه؟ این به میمی بود. که میم میشه عامل‌های مشترک با بالاترین توان ضرب در غیر مشترک. ببینید پس عامل‌های مشترک با بالاترین توان، پس این بالاترین توانه این پایین ترین توان تو خودش شامل میشه، یعنی 3 به توان 2 3 به توان 1 رو شامل شده، یعنی توش هست این. حالا متوجه امیدوارم شده باشید. حالا این توضیح علمی ترشه که انگار توی که میمیمه به میمیم هست قطعا. حالا توضیحشون نوشتیم دیگه، امیدوارم متوجه شده باشید. حالا سوال داشتید بپرسید، آیدی میذارم سوالاتون رو بپرسید. خب پس این صحیح شد. سراغ سوال بعد میریم. ب. منشور 5 پهلو دارای 10 یال و 15 رسم می باشد. ما منشور 5 پهلو رو رسم میکنیم. وقتی 5 پهلو داره یعنی قطعا قاعده هاش، یعنی سقف و کفش هم 5 تا 5 ضلعی مثلا منتظم میتونه باشه، یا هر 5 ضلعی میتونه باشه. مهم که 5 ضلع باشه. حالا 3 4 5 1 2 3 4 اینجا خیلی بد شد. 5 کفش تقریبا 5 سانته دیگه. اونو کف در نظر بگیریم. بد شد یکم، ولی یا شکلشو درست تر بکشم. 1 2 3 4 5 1 بدیم بالا، از سمت بالا بکشیم نظرم جالب تر میشه. 1 2 3 4 5 امیدوارم که قشنگ شده باشه. خب گفته 10 تا یال و 15 تا رس. 10 تا یال میشماریم. 5 تا یال بالا داره، 1 2 تا یال یعنی همون ضلعاشه دیگه، اسمش اینجا عوض شده یال. 5 تا سقفش داره، 5 تا هم تو کفش داره. پس می‌نویسم 5 تا سقف علاوه 5 تا کف علاوه. حالا یه دونه عمودی داره، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 5 تا یعنی به صورت عمودی دیگه، 5 تا مثلا عمودی. پس میشه 15 تا یال. اشتباس. حالا چند تا رأس داره؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5. 1 و 5 تا سقفش داره، 5 تا هم پایینش داره، یعنی 1 و بذار با رنگ دیگه بنویسم قشنگ ببینید. 1 و این پایینش فرض کنید، 3 تا 4 تا 5 تا 5 تا میشه 10 تا. یا رأساش چی شد؟ 5 تا سقف 5 تا کف 10 تا. اینم اشتباهه. پس این سوال غلط شد. من از فرمول زیاد استفاده نمی‌کنم، بدم میاد فرمول زیاد استفاده کنم تا مجبور نشم، بیشتر از مفهوم میرم جلو. پس مفهوم یال و رأس هم فهمیدیم دیگه. رأس اونجایی که به هم دوتا ضلع میرسن، یال هم همون ضلع بود دیگه. مکعب مجذور عدد 2 برابر 64 است. مکعب یعنی هر عدد رو به توان 3 برسون. مکعب یعنی هر عدد رو به توان 3 برسون. مکعب یه چیزی یعنی به توان 3. حالا مکعب چی؟ مجذور عدد 2. مجذور مخالف جذره.
جذر یعنی ازش رادیکال بگیر، مجذور یعنی به توان 2 برسون. اوکی. حالا گفته مکعب مجذور عدد 2. مجذور یعنی عددی رو به توان 2 برسون. حالا عدد چنده؟ 2. یعنی میشه 2 به توان 2 به توان 3. 2 به توان 2 4. 4 به توان 3 4 4 تا 16 تا 16 4 تا. نمیتونه حساب بکنیم بنویسید. اجباری نیستش که 6 4 تا 24 تا 2 داریم اینجا. 4 1 4 تا با 2 میشه 64. میشه 64. و درسته. این صحیحه. سخت نگیرید مثلا بگید من باید ذهنی حساب بکنم، من باید فلان باشم، باید بیسار باشم، نبشه چیز بکنیم فلان کنم. هر طور که راحتی. در پرتاب دو تاس تعداد حالتهای ممکن برابر 12 می باشد. یه تاس چه حالتهایی میتونه داشته باشه؟ یا میتونه تاس اول، تاس دوم. تاس اول میتونه 1 بیاد، 2 بیاد، تعداد حالتهایی که بیاد یا 4 بیاد یا 5 بیاد یا 6 بیاد. تاس بعدی هم ممکنه 1 بیاد، 2 بیاد، 3 بیاد، 4 بیاد، 5 بیاد، 6 بیاد. تعداد حالتاشو بنویسید از 12 تا بیشتر میشه، پس غلطه. وقت نیست بنویسم، اگه دونه دونه براتون مینوشتم. حالا به عنوان نمونه مینویسم تعداد حالات ممکن. یعنی اولی 1 بیاد، فرض کن تاس اول 1 اومده، تاس بعدی ممکنه 1 بیاد یا حالت بعدی تاس اول دوباره 1 بیاد، تاس بعدی 2 بیاد، 1 و 2. بعدی به همین شکل، بعدی به همین شکل. بنویسید تا آخرش برید. فکر کنم بشه 36 حالت. حالا حالتاشو بنویسید میبینید چند تا حالت میشه. میتونم بیام به صورت اصل ضرب 6 تا ضرب در 6 بکنم بشه 36 تا، شما هم هیچی نفهمیدا. ولی نمیام طور بکنم، خوشم نمیاد. اول باید خودت برسی اون فرموله. پس این اشتباه شد. بذار این طرف بنویسم. غلط. بریم سراغ سوال آخر. برای مقایسه بیشترین و کمترین داده از نمودار خط شکسته استفاده میکنیم. غلطه. طبق متن کتاب از نمودار ستونی استفاده میکنیم. نمودار ستون استفاده میکنید. واسه همین سوال آخر حالا پیشنهاده، حالا میتونید قبول کنید میتونید قبول نکنید. به نظرم برید متن کتاب خیلی خوب بخونید. کاربرد مثلا همین نمودار مثلا دایره‌ای و خط شکسته و ستونی و هر چی که اومده، اون کاربردش رو بشین یه دور روزنامه‌وار بخونید تو ذهنتون باشه کدوم واسه کدومه.